موضوع امروز ما سیستم معادله های نشانه‌ای. نگاه کنید. ما شما که بچه‌ها معادله های نشان دهندگی گذاشتیم پیش از تدیکول پیش از تعطیل نابرابری های نشان دهندگی گذاشتیم. نابرابری های نشان دهندگی معادله های نشان دهندگی مثال حل کردیم. موضوع دیگر سیستم معادله های نشان دهندگی. تماشا کنید. سیستم معادله ما گذاشتگی شما کردیم. فقط که انا معادله هایی که در این سیستم داخل میشوند چیزی باشن نشان دهندگی باشن چی؟ اینا چی خیلی کار میکنه. همون متد هایی که برای حل سیستم ها لازم شد عیناً همون چیز که اینجا هم لازم میشه استفاده می‌بریم. تمام. فقط که بعضی همون خاصیت های نشان دهنده حساب میگیریم. تمام. دیگه یگان جای کلینیش نیست. مثلا خود این معادله های نگاه کنید. خب همین این نشان دهنده های حرکت میکنید که اساس های و نشان دهنده های یک خیلی رو بیارید. خیلی آسان. تماشا کنید. مثلا شما اینا اخم کنید. 3 نشان دهندش x پلس 1 3 ضرب 3 نشان دهندش x میگوییم. وقت کنید. خیلی 2 نشان دهندش y خودش x بگذار برابر 13. معادله دوم نگاه کنید. معادله دوم این هم همین 3 نشان دهندش x رو آوردن ما در کار ده. 3 نشان دهندش ضرب 3 کوادرات میشه. در میخوایم 3 کوادرات چند برابر 9 ضرب 3 نشان دهندش x جمع 2 نشان دهندش y ضرب 2 کوب. 2 کوبش چند 8 برابر چند 59. تمام. دوام شما میتونید کدام راه پیش بگیرید. کدام راه خواهید پیش بگیرید. مثلا راهی جمع بگیرید یا راهی مثلا گزارش بگیرید. از اینجا 3 نشان دهندش x میآورید و جاش باور میمونید یا 2 نشان دهندش y که از اینجا میآورید و جاش باور میمونید. کدام راه کنید شده میگیره. و فکر شما کدام راه کنید بهتر؟ جمع. بذار جمع کنیم. برای این 2 نشان دهندش y که اون برای منتظر کن یا 3 نشان دهندش x برای این چه میکنیم بچه‌ها؟ انا معادله یکم بیتون هر دو طرفش به 3 ضرب کنیم. معقول می؟ هر دو طرف معادله یکم بعد این معادله یکم با 3 ضرب کنیم 3 میشه. دوامش گوش کنید. بهمیان 3 ضرب 3 9 3 نشان دهندش x جمع 3 ضرب 2 نشان دهندش 3 میشه y برابر 3 ضرب چند میشه دونستون 13. 3 ضرب 13 چند میشه 39. تمام. معادله دوم خودش رو نمیسیم. 9 ضرب 3 نشان دهندش x جمع 8 ضرب 2 نشان دهندش y برابر 50 چند 9. دوامش اگه از معادله دوم من این معادله دوم معادله یکم طرح کنیم میپرسیم. معقول می؟ هر کنیم من این هر دو اخلاقات ها چه میشن؟ اصلاح میشن. 8 ضرب 2 نشان دهندش y 3 ضرب 2 نشان دهندش y که طرح کنیم چند میشه؟ 5 ضرب 2 نشان دهندش y برابر این طرف برابری هم طرح میکنیم که 59 39 گیریم چند میشه؟ 20. هر دو طرف 5 تقسیم کنیم بگیریم. 2 نشان دهنده y برابر 4. 2 نشان دهندش y برابر 2 کوادرات y برابر چند؟ انا y که افتگیتونه معادله یکم با آورا مانید. y که جاش به 2 یا معادله چندون با یکم با آورا مانید. آورا مانیم 3 میشه. دوامش 3 x پلس 1 جمع 2 جای y به چند مانیم 2 2 کوادرات برابر چند 13. 3 نشان دهندش x پلس 1 جمع 4 برابر چند 13. 3 نشان دهندش x پلس 1 برابر از 13 4 رو طرح کنیم چند 9 یا که 3 کوادرات نمیخوایم. x پلس 1 برابر چند 2 x برابر چند 1. جواب اول x رو نویسیم. اصلا فراموش نکنید. 1 نقطه ویرگول 2. معقول می؟ اگه این خیلی راحتی حل کنیم شده میگیره. بعضی‌ها چون میکنن. اهمیت ده چه بعدی که انا این نمود آورم بعدی که این معادله این نمود آورم گزارش میکنم. چه میکنم؟ فرض کنیم 3 نشان دهندش x یگان m گوی 2 نشان دهندش y که یگان n گوی نگه. معادله ما اینجا چه میشه؟ 3m جمع n برابر چند 13. دومش چه میشه 9m
m جمعی 8n دو نشان دهندش میگید که جاش به n میمونه گفتیم کوان برابر چند 59 این خیلی کار با معادله خطی شد m و n میوان سای جاش به اوره میمونه با همون دو 15 عکسی میشه من مثلا اینم با کدام راهی کار کنید راهی خواهید جمع که خواهید گزارش که فرقش نه میشن نه خیلی اینش به نظرم خیلی آسان میشه دیگه حل کنید میتونید خواهید من این راه استفاده کنید خواهید این راه عموما نقطه اهم اساسی چیزه همون معادله نشان دهندگی یک نمودی یک خیلی آوردن هر دو معادله یا سه تا معادله باشد هر سه معادله هم تغییر یابنده‌دار یک خیلی باشد فهمیدید ثانی که بعد گزارش خواهید برای این متدهای استفاده می‌برید فهمید و همین درس ما تمام